امروز در آمریکا روز شکرگزاری است، Thanksgiving Day. هوا بسیار خوب، آفتابی. اومدم بیرون هواخوری کنم. سنجاق‌ها هم اومدن بیرون برای هواخوری. اینجا محوطه بیمارستان وی هاسپیتال هست در وست لس آنجلس و میبینیم که این سنجاق بازگوش داره زمین رو بوم میکنه، عقب تومه میگرده ولی چیزی پیدا نمیکنه. میاد این کنارا خودش رو پشت چرخ یک اتومبیل پارک شده پنهان میکنه. قدری دورتر سنجاب دیگر رو میبینن که دو سبززارها ایستاده، بلند میشه، میشینه، غذا پیدا کرده، یه چیزی داره میخوره و خوش میگذرونه. حالا نمیم جفتشه دوستشه هرکی پیدا میکنه ولی خب اصلا فاصله میگیرن. و اینم باز یکی دیگه که تکون نمیخوره، کنار یه درخت ایستاده و بنده رو معطل خودش کرده است.